سلام بچه‌ها، امروز اومدم بهتون حذف چنج یوزر رو بهتون یاد بدم. ببینید شما وقتی که یوزرنیمتون رو عوض میکنید تو قسمت ابود یه عددی براتون ثبت میشه که با این آموزش میخوایم اون عدد رو به 0 برسونیم. ببینید فقط تو این آموزش یه خورده سرعت دست نیازه. من تو مرحله اول که میرم، تو مرحله دومش که رد میشه یه مکسی میکنم که براتون اونجا زیرش هم متنشو مینویسم که اینجا باید یه مکس کوچیکی داشته باشید. سرعت دست خیلی نیازه، باید 20 بار 30 بار این کار رو انجام بدید تا این عدد یکی یکی کم بشه و به 0 برسه. ما رو حمایت کنید. این آموزش الان این پایین براتون نمایش داده میشه. این کار رو انجام بدید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. برای اینکه بتونید یوزرنیم‌های چنج شده رو صفرش کنید، ببین شما نیاز دارید به دو تا عکس باشه که با همدیگه فرق داشته باشه. شما باید سریع بیایید داخل این صفحه تون عکس پروفایل رو عوض کنید که یه ریستی بشه برای تنظیمات اینستاگرام. شما وقتی این کار انجام میدید تون یه ریست میشه و چنج یوزرنیم های شما حذف میشه. الان دارم براتون یه تست میرم، بعد چنج یوزرنیم ها هم که حذف میشه براتون عکسشو میذارم. از ما حمایت کنید تا آموزشای دیگه.